اومدم بپرسم گرسنت هست؟ میخوای غذا درست کنم؟ نه ممنون. پس یکم استراحت کن. آیشه صبری، کجا این شما؟ عالیه دست تنهاست. خب دیگه زود باشین بیاین برگردیم سر کارمون. الان وقت استراحت نیست. سعید امینوف! چه خبره؟ امینوف! چی شده؟ تو فکر کردی خیلی زرنگی؟ سعی کردی این پولا رو به من قالب کنی؟ این پول از دیروز دیگه ارزشی نداره. چی داری میگی ستوان؟ شنیدی چی گفتم؟ تو باید سند اون مغازه رو به هم برگردون. چی؟ این پول فقط به درده سوزوندن میخوره. رضا دیگه اینجا نیست. جریمه مال مغازه است. یا جریمه رو به پول انگلستان میدی یا من مغازه رو ازت پس میگیرم. جلیل این واقعیت داره؟ متاسفانه بله. واقعا؟ آره بله متاسفانه واقعیت داره و متاسفانه تو سندو گرفتی و متاسفانه جریمه داری و متاسفانه باید جریمه رو بپردازی و متاسفانه دیگه نمیتونی تو این شهر بمونی. اون مغازه مال منه و من هر طوری شده جریمه‌ش رو میدم ستوان. من اون مغازه رخشویی رو نگه میدارم. مطمئن باشی. با کدوم پول؟ مگه تو همه پولاتو به رضا ندادی؟ وقتی گفتم جریمه‌ش رو میدم یعنی میدم و تا موقعی که این کارو نکردم این سند دست تو میمونه. بگیر. اگه جریمه رو ندادم میتونی مغازه رو تصاحب کنی. ما از همون اول با تو مشکل داشتیم. چه مشکلی؟ حالا موقعش نیست ستوان. الان وقتش نیست. این سند اعتباری نداره ولی من نگهش میدارم. به هر حال اگه تا فردا جریمه رو ندی 2 برابر میشه. باشه من پرداخت میکنم. کنجکاوم چطوری میخواد جریمه رو بدی؟ همه برگردین سر کارتون. شورا زخمی شده. چی؟ درد داری؟ یه کمی. دکتر گفت عمل جراحی موفقیت آمیز بوده. گفت میتونی فردا از جات بلند شی. شورا خواهش میکنم چشماتو باز کن. من نمیذارم تو بمیری. من هیچ وقت ترکت نمیکنم شورا. خواهش میکنم چشماتو باز کن. خواهش میکنم شورا. بهتره تا روز حرکت کشتی تو بیمارستان بمونه. منم همین فکر رو میکنم. اینجوری زودتر بهبودیشو به دست میاره. آره همینطوره. بیا بوریس باید بریم. من فردا دوباره میام. میدونم که نمیخوای منو ببینی اما من دوباره میام. چون تو نمیخوای من اینجا بمونم پس منم اصرار نمی کنم. راستی من برای پدرم یه تلگراف فرستادم. بهش گفتم ما با هم برمیگردیم انگلستان. اونم یه خونه براتون آماده میکنه. به محض اینکه برسیم خونتون آماده است. خیلی ممنون. شورا خواهش میکنم نذار عصبانیت صد راحت بشه. بهت قول میدم شورا تا وقتی نخوای منو ببینی خودمو بهت نشون ندم. باور کن من فقط میخوام بدونم که تو حالت خوبه و جات امنه. ما با تو هستیم. تو میتونی با تینا زندگی تازه‌ای رو شروع کنی. منم قول میدم بیشتر بیام دیدنت. ممنون. نذار دیگه سعید اونو ببینه والنتینا. فکر نمی کنم اون دیگه بیاد. امیدوارم همینطور باشه. بهتره اونا دیگه همدیگه رو نبینن. منم همین فکر رو میکنم. به امید دیدار. به امید دیدار.
میشه پاکتو باز کنی و نامه رو بهم بدی؟ شورا، وقتی برای اولین بار تو رو دیدم سرنوشت من از نو نوشته شد. من میدونستم که عشق ما روزای سختی رو پیش رو خواهد داشت، اما هرگز فکر نمی کردم که سفرمون تو استانبول اینجوری تموم بشه. هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که بخوام به تو و این عشق پاکمون خیانت کنم. امروز وقتی تو خون آلود تو آغوشم بودی، من به عنوان سربازی که همرزماشو تو جنگ از دست داده و به عنوان فرزندی که پدر و مادرش تو آغوش خودش جون دادن غم متفاوتی رو احساس کردم. وقتی تو بین مرگ و زندگی بودی، من 1000 بار مردم و زنده شدم. دیگه نمیخوام با هم باشیم. بهترین راه برای هر دومون اینه که از هم جدا زندگی کنیم. نذار گذشته تو رو درگیر خودش بکنه. دیگه میتونی راحت زندگی کنی. حتی برای یه لحظه هم به گذشته فکر نکن. من منتظرم خبر سلامتی تو بهم بدن، چون اینجوری منم زنده میشم. شورا، تو آخرین عشق من خواهی بود، اما من دیگه نمیخوام با تو باشم. نمیخوام تو کنارم باشی. تو یه بلیت داری، برو راحت زندگی کن. من تصمیم گرفتم زندگیمو تو استانبول ادامه بدم. در ضمن من رخشویی آقا رضا رو خریدم و میخوام اونجا رو راه بندازم. میخوام یه زندگی جدید رو بدون تو شروع کنم. سعی میکنم غمامو فراموش کنم، چون مقصر اصلی من بودم. دور بودن ما از هم دیگه راحت ترین راه برای فراموش کردن گذشته است. من مطمئنم که ما میتونیم دوباره از نو شروع کنیم و با آدمای جدیدی آشنا بشیم. موفق باشی. موفق باشی عشق من. حداقل اجازه بدین از لای در ببینمش. من از توجه شما به خواهرم ممنونم، اما دکتر گفته که امروز دیگه کسی به دیدنش نیاد. اون وضعیت روحیش اصلا خوب نیست. پترو، شورا چطوره؟ کی به تو اطلاع داد پترو؟ رفتم داروخونه شورا رو ببینم، یوسف بهم گفت. جدی؟ شورا عزیزم. تینا سعید رفت. آروم باش عزیزم. خودتو کنترل کن. گم شو بیرون. بهش بگی شورا آروم باش. برید بیرون، نمیخوام ببینمتون. برید بیرون. شورا آروم باش، خواهش میکنم. نه شورا لطفاً آروم باش. زخمش خون ریزی کرده. دیگه بر نمیگرده. دکتر رو صدا کن. دکتر! شورا آروم باش، خواهش میکنم. شورا خواهش میکنم آروم باش. آروم. تموم شد. امروز روز خداحافظیه.
سعید اینو بگیر، میتونی یه مقداری از جریمتو بدی؟ ممنون، خودم ترتیبشو میدم. چطوری؟ نه تو که نمیخوای مدالاتو بفروشی. از دست دادن اونا سخت‌تر از دست دادن غرور و شرفم نیست. و همینطور سخت‌تر از فراموش کردن شورا. اونم میفروشی؟ آره. بیا تو. قربان، سعید امینوف اومده. بگو بیا تو. پول جریمه رو آوردم. نه لطفاً همینجا بمون. من میخوام این سرباز شاهد باشه که من جریمه‌مو به دولت انگلستان پرداخت کردم صدفاً. ببین سرباز، این آقا جریمه مغازه آقا رضا رو آورده. میشه خواهش کنم پولا رو جلوی شاهد بشماری تا چیزی کم نباشه؟ اینجوری خیال منم راحته صدفاً. کی بهت پول داده؟ هیچ کس. نکنه طلا و جواهر فروختی؟ من به قولم وفا کردم صدفاً.
وقتی گفتم جریمه رو پرداخت میکنم یعنی که پرداخت میکنم. و اگه بگم حسابمو با کسی تسویه میکنم اون کارم میکنم. ببینم میتونی اون مغازه رو اداره کنی؟ من یه ارتش رو اداره کردم صدفاً. پس حتما میتونم از عهده یه مغازه کوچیکم بر بیام. بنویس. گزیده اومد. پدرم هم اومد؟ آره. دخترم برو یه چیزی بخور. گرسنم نیست. اما اینجوری مریض میشی دخترم. میخوان یه چیزی آماده کنم؟ من خیلی خستم، میخوام برم بخوابم. باشه هر جور میلتونه. پدر، داداش یحیی چطوره؟ کی مرخص میشه؟ خوبه خدا را شکر، اما باید چند روز دیگه تو بیمارستان بمونه. خدا رو شکر. شب خیر. صبر کن، باید با هم حرف بزنیم. خیلی خستم آیشه. جریان شورا رو شنیدین؟ شما هم تو همون بیمارستان بودین؟ بله خبر داریم، ما دیدیمش. حالش چطوره؟ خوبه، گلوله رو در آوردم. پس واقعا تیر خورده بود؟ بله. سعید اینجاست؟ نه اینجا نیست. خیلی خوب، من میخوام برم یه چیزی بخورم. ما نگرانتون شده بودیم. دلم میخواست با خبرهای خوب میومدم، اما بازم خدا رو شکر. آقا یحیی چطورن؟ دکتر گفت زود خوب میشه. خوشحالم. راستی تبریک میگم، شما ازدواج کردین؟ آره، راستش همه چی یه دفعه اتفاق افتاد. خودم هم باورم نمیشه، اما چیزی که بخواد بشه میشه. بله، امیدوارم خوشبخت بشین. ممنون.
قربان، این نامه مال شماست. ممنون. دیگه وقتش رسیده تقاص کاراتو پس بدی پترو. من دیگه نمیتونم صبر کنم. عکس رو برای سعید میفرستم. پولت یا زندگیت؟ کدوم یکی برات مهمتره؟ انتخاب کن.